سناتورها لطفاً برخیزید و دست راست خود را بالا کنید. با سوگند خوردن وکیلان در روز پنجشنبه آنها داوران پرونده اعلان ناباوری بر رئیس جمهور ترامپ شدند. با این سوگند سناتورها گفتند بی‌طرف میمانند، ولی رهبر جمهوری خواهان در سنات گفته است که با حکومت ترامپ همکاری دارد. تصور کنید شما دادرس هستید و دادگاه می آیید و می گویید که من با گمانبر مشورت کردم و گفتم که شاهدان را دعوت نمی کنیم. هیچ داور از دادرس چنین چیزی را نشنیده است، چون که معنی ندارد. دونالد ترامپ هفته گذشته دیگر باره گفت تقاضای او از رئیس جمهوری اوکراین در ماه ایول برای تفتیش فعالیت رقیب سیاسیش کاری خطا نبود. سال گذشته ترامپ اختصاص 400 میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین را به تأخیر انداخت. وکیلان دفاع ترامپ میگویند پرونده اعلان ناباوری اصلا نباید باشد، چون کمک را به هیچ گونه تحقیق به اوکراین دادند. اگر کسی به جنایت متهم شده است، دلیل‌های زیادی برای ثابت کردن می‌آورد. اما هیئت داوران کسی را به جنایت متهم می‌کند که صورت نگرفته است، اما اعلان ناباوری سوء استفاده از مقام و خارج از مقررات کنستیتوسی است. مجلس نمایندگان آمریکا بعد دونالد ترامپ اعلان ناباوری کرده است و وکیلان دموکرات در سنا هم می‌خواهند رای‌دهی زودتر صورت بگیرد. جمهوری خواهان نگفتند و دموکرات ها را به شتابکاری متهم می‌کنند.